تیزور است. حالا آزمه ورزشگاه میشوند بازیگران هر دو دسته و میبینیم مللی فیفا است. داوری است که البته او هم در داخل و هم بیرون از کشور سلطر و هدایت این دسته به شما خواهم گفت و حالا همین رو میگویم که امروز دسته مساوی اوسیلوت بویس روشن روز 19 اپریل غلبه به دست آورد. دسته اوسیلوت در اولین بازی با میشود نوبسته از بازی که قبلا داشتند در دور گذشته که اوسیلوت بویس خط بازی کرد و در 8 بازی که دسته داشت اونجا یک غلبه 3 مساوی و 4 باخت داشت. فرصت پیدا میشود برای دسته خوجاند و اینجا اوسیلوت در اولین بازی خود از کلوب مرکزی ورزشی ارتش شکست خورد با حساب 2-1. فرصت پیدا میشود برای دسته خوجاند و اینجا جدول مسابقه مقابل قهرمان در همان موسم یعنی استقلال ارگاشف ضربه او و فرصت پیدا می شود، ضربه هم زده می شود و گل. اما صدای شکی گلمراد سعدالله بلند می شود. این بوره آنجا نصرالله کبیروف است، خسرو صدیقزاد است، زوال خوجا نظرو است. اما به نظر می رسد که شریفوف نه چندان آن را حالا خواهیم دید. بله گل به حساب گرفته می شود. تماشابینان عزیز حساب روان کنند. کوشش نوبتی بازیگران دسته اوسیلوت بیل متوجه میشن به امید فرصت امکانیت هست برای دسته نوح فرخور. ضربه زده می شود و گل. ببینید که چگونه هجوم رو اندازی گردید، چگونه اینجا سوندای لونجین سونگ در کنار چپ و کاپیتانی دسته خوجاند است. ضربه اجرا کرده می شود و توپ نوبت با تیر دروازه برمیخورد. یک فرصت دیگر برای بازیگران دسته خوجاند. اینجا با سرگی سکانیان پرتاب به داخل جریمه‌گاه و اینجا هجوم دسته خوجاند. فرصت اوسیلوت جو اکنون برطرف میکنند دفاعگران دسته خوجاند. دسته هجوم رو اندازی کرده است و اگر اوسیلوت باز هم همان اسلوبی بازی رو به کار گیرد، همین گونه از اشتباه رقیب استفاده کند و همین گونه استفاده هم کند، پس میتواند که حساب رو 3-0 کند. توجه میشیم که چگونه اینجا اشتباه بود از جانب بازیگران دسته خوجاند، چگونه با سرعت بلند و پیش حرکت کرد اینجا رودولف پاتریک دنجر و پسیو به جوزف اکامادی ضربه اکامادی. اما شنوبتی بازیگران دسته خوجاند توسط کنار راست میدان هجومی دسته رو اندازی کرده می شود. بیاد متوجه میشیم به همین فرصت که اولو برای دسته خوجاند پیدا شد. ضربه زده می شود و سیف اولی از جانب دلیر عزیزو. فرصت هست برای بازیگران دسته نوح فرخور. سوندای لونجی سونگ پسیو بعد داخل جریمه‌گاه جوزف اکامادی بسیار هم فاول است امروز در کنار چپ میدان. جوزف اکامادی میگذارد از بازیگران دسته خوجاند. ضربه زده می شود و رودولف پاتریک توسط کنار چپ هجوم دسته خوجاند پرتاب انجام داده می شود و می‌بینیم حساب را کاهش میدهند، اما تا هنوز میسر به آنها نمی شود که توپ را به دروازه اوسیلوت زنند. اوسه میبردارد یک از بازیگران دسته خوجاند. گلمراد حالتی که پای بازیگر پخش کرده شد. توجه میکنیم به گلمراد سعدالله. پنالتی پخش کرده اجازه میدهد. ضربه هم زده می شود و ضربه که فیروز قریف اجرا کرد اینجا دلیر عزیزوف، اما ضربه دست نقابانی سهیلی سیر تا حساب را باز هم کاهش میدهند، اما دلیر عزیز و تمام وقتی اعلام نموده داور به وقت اساسی بازی انجام یابد. گلمراد سعدالله صدای شکش را از انجام بازی می‌بیند دستای اوسیلوت و خوجاند بلند میکند. بازی با حساب 3-1 به فایده اوسیلوت خاتمه یافت و